شیر و روباه، الأسد والثعلب. شیری قوی سالهای طولانی بر جنگلی حکومت می کرد و همه حیوانات از اون می ترسیدند و اوامرش را اطاعت می کردند. شیری قوی سالهای طولانی بر جنگلی حکومت می کرد و همه حیوانات از اون می ترسیدند و اوامرش را اطاعت می کردند. تعني ظل أسد قوي يحكم الغابة سنوات طويلة وكانت جميع الحيوانات تخافه وتطيع أوامره. شیر غذایش را با قدرت تمام به دست می آورد و شکار را دنبال می کرد و به آن حمله می کرد. شیر غذایش را با قدرت تمام به دست می آورد و شکار را دنبال می کرد و به آن حمله می کرد. يعني كان الأسد يحصل على طعامه بالقوة ويطارد الفريسة ويهجم عليها. و با چنگالهای تیزش آن را شکار می کرد و رهایش نمی کرد تا اینکه سیر می شد. و با چنگالهای تیزش آن را شکار می کرد و رهایش نمی کرد تا اینکه سیر می شد. و یهجم علیها و یفترسها بأنیابه الحاده ولا یترکها حتی یشبع. سپس حیوانات دیگر می آمدند و باقی مانده غذایش را می خوردند. ثم تأتي الحيوانات وتأكل من بقايا طعامه. بعد سماع القصة شير وروباه، إذا عندكم أي سؤال اسألوني بالتعليق. ورجاء لا تنسوا الاشتراك بالقناة لمشاهدة كامل القصة. تابعوا قناتي في اليوتيوب.